کسانی که در چوکیای چرخی میشینن و باز میگویند که اردوی ملی مورال نداره. من در این سرزمین بودم وقتی که غزنی به سقوط مراجع بود و سقوط در حالت سقوط بود. من عسکری یاد دارم، امین محبسی که تقریبا 10 نفر عسکر بود، طالب 4 روز کوشش و مینتی خود را کرد، ندانست که این محبس را سقوط بوده. چرا این اردوی ملی بود؟ در بالای سار ندانست که این اردوی ملی را شکست بوده. در کندک اول ندانست که آنجا را اشغال کنه. در پیاتی و در امثال یزو دیگ و کندک سهی که هست در چیز میگن آنجا را اندر ندانست. جایی که اردوی ملی بود سینه خود را سپر کرد و در مقابل این جنایتکاران رزمید و جنگید. من میگویم با اون دشمنی که در مقابل من مردم ها را به نام اسلام فریب میده و میگوید من شهادت را و آرزوی من هست، اما پیغمبر جهاد را چگونه تعریف میکنه؟ میگه امرت ان اقاتل الناس حتی اشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. میگه خدا میگه برای ما امر کرد، پیغمبر میگه ما با کسانی جنگ کنم تا این وقتی که امرت ان اقاتل الناس با مردم جنگ کنم تا وقتی اشهد ان لا اله الا الله، تا اینکه گواهی به لا اله الا الله بدن و ان محمد رسول الله، بر رسالت ما گواهی بدن و اقام الصلاه نماز را قائم کنن و ایتاء زکات را ادا کنن و اذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و اموالهم الا بحق الاسلام و حسابهم على الله. اگر این سه کار را کرد عزتش، آبروش، خونش محفوظ است. من به این جنایتکار میگویم پیغمبر میگه کسی که لا اله الا الله خوان و بر رسالت ما گواهی داد، نماز را قائم کرد، او از جمله امتی من هست. دیگر جا میگه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فاكل ذبيحتنا فلذلك المسلم الذي له ذمة لله وذمة رسوله فلا تكفر الله في ذمته. آن خود متوجه باش. پیغمبر میگه کسی نماز مرا خوان، کسی به طرف قبله من رخ کرد، کسی که ذبیحه مرا خورد، او چی هست؟ من اکل ذبیحتنا فلذلك المسلم و مسلمان هست الذي له ذمة لله و ذمة رسوله و در ذمه الله رسول هست. عزتش، آبروش، مالش محفوظ است. این جنایتکار در مقابل من میرسه، اما به پروردگار قسم است این با قرآن ایمان نداره، با حدیث گرانبهای جناب محمد رسول الله ایمان نداره. من میگویم به این رئیس بی‌عقیدتی آنها حرکت کو در اندر ببین همین کسی که به نام اسلام میجنگه مسجد جامع نداره. در نیوای سند به نام خلفای راشدین مسجد جامع هست که در آنجا 5 وقت نماز کلمه لا اله الا الله بلند میشه و 5 وقت نماز پابند جماعت هست. این عسکری من و در نماز جمعه و هم ایدها در اینجا ادا میشود، اما در مسجد ملایی که سرک خراب میکنه، ملایی که در مقابل تو جنگ میکنه، ملایی که در مقابل تو خون تو را ریختاندن شد جواز میدونه و مسجد نداره، مسجد جامع نداره. بیاییم بریم. اونا جمعه نمیخوانن، اونا میگن که در کشوری که رئیس جمهور پیش خود جور میکنن رئیس جمهور اسلامی نباشد، در آن کشوری که خلافت نباشد، در آن کشور جمعه نمیشود و عید نمیشود. بگو در دنیا در کجا میشود؟ صرف در اون پاکستانی که میشود که در اون پاکستان هم سینما هم مسجد. من میگویم یک لحظه بر اون طالبی پاکستانی میگویم، بر اون عرب میگویم، بر اون چچنی میگویم، بر اون تاجیکستانی میگویم تو برا در تاجیکستان جهاد کو، همون تاجیکستان را از چنگ روس خلاص کو. من به اون عرب میگویم تو برا اون برج دبی را بزن، برا اون برج دبی را بزن. و من به پاکستانی میگم برای کلیسا از پاکستان برطرف کن. وان این طالب افغانی را که به نام افغانستان هست فریب خورده هست در مقابل ما باشه. میگم به شما ای نسل جوان دام در این خاک شوین، شیرانی در این قوم ادبناک شوین، ای مکر و فریب هیله و نیرنگ هزاران کافر شدن و صف شدن و هیله و نیرنگ سنجیده و ورزیده و چالاک شوین. تهدید کنیم ظلم و ستم جور و جفا در سنگر یک شیر غضبناک شوین. آن کوه کمر دشت و خیابان وطن را سرتیر و فدایی همه بیباک شوین. از این وطن فریضه ما هست، ما افتخار میکنیم. رئیس بی‌عقیدتی و پروردگار قسم است هیچ وقت از ذهن من نمیروه. عسکری من از وقتی که به وظیفه میروه قبل از وظیفه به من میگوید مولوی صاحب من خواب دیدم امروز که برم در وظیفه شهید میشم. من گفتم به اون جوان که چهره شهیدی را نکشیده، گفت نه مولوی صاحب من خواب خود را دیدم و خدا قسم است که شهید میشم، اما یک آرزو در دلم است که 3 ماه اولادم هست او راه ندیدم و میروه 2 ساعت بعد و او شاه محمود که افغان است شهید میشه. خودش میبینه در خوابش
که من شهید میشم و افتخارانه به من میگوید و من مذاقشم میکنم که چهره شهیدی را نکشته، اما 2 سال بعد شهید میشم. من اون اسکرم. من این اسکر سراب دارم. حالا کسایی که میگوین اینا دفاع کردن نمیتونن، اینا از دلار و پیسه و چوکی و حکومت و سلطنت خودشون میترسن، شما دفاع کرده این و میگیرین و سینه خود را سپر کرده این در مقابل آن کسی که پیغمبر میگه و تمید العدا عن الطریق صدقتون. تو در مقابل آن جنایتی که مسیر راه را مسدود میکنه و راه را قطع میکنه بر مردم، در مقابل همچون جنایتکارا شما مبارزه میکنین و خون خود را فدای این وطن میکنین. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه کسانی که راه را مسدود میکنن، کسانی که راه را قطع میکنن، اونها کسایی هستن که جنایتکارا هستن. اونها این کار خود را، این جنایت خود را جهاد ننامند، جنایت ننامند. اون جهاد نیست، اون خیانت هست، اون ظلم است که بالای مردم میکنه. همین کسایی که در مقابل شما پیغمبر میگه لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، برای مسلمان جایز نیست که دیگر مسلمان را بترسونه. شما مشاهده کنین مردی ما افغانستان، زنی افغانستان، پیش سفید، ریش سفید، طفل، اطفال، مردم، یک کس از دست این جنایتکار در امن نیست. حالا در بازار میره پریشان هست، در مکتب میره پریشان هست، در مسجد میره پریشان هست که حالا از کجا انفجار میشود. شما در مقابل همچون جنایتکارا میرسمین. افتخار است برای شما. من خاک قدم شما را سرمه میکشم به چشم خود و افتخار میکنم که این دریشی را پوشیدم، امروز در صف شما قرار دارم و خدا قسم است که شما اگر متوجه باشین، یک وقت قبل من در رسانه ها گفته بودم که در لوای 3 2 مرتبه در روزی 2 مرتبه هم به پشتو هم به فارسی تفسیر قرآن میشد. در مسجد منور برای تفسیر قرآن نیست. حالا کسایی که برام اسلام میشنن روی سیاهشان به مردم معلوم شد، قبلا هم رئیس جمهور شد. از تاریخ صرف انقدر پرسان کو که 20 سال یا 19 سال شد است که امریکا آمده، دنیای غرب اروپا آمده. قبل از این 37 سال میشه، 27 سال میشه که در افغانستان جنگ میکنی. قبل از این چرا جنگ میکردی؟ صرف انقدر پرسان کنید، دیگر پرسان می دیگر به آیت حدیث رو میخوانم برای طالب دنیا میشناسن. امروز پادراشون خیلی دنیای غرب اروپا هستن، اونجا خورده روان هستن و چند تایی که نافهم و نادان هستن اونا را آلای خود قرار دارن. اونها را بشناسیم که جنایتکاران. حالا میگن قرآن چی میگه؟ که اگر مسلمان هستی صلح کن. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخوایکم. این امر پروردگار است. آلا براز من الله پرسان کو از این برادر طالب هست، حیف نام طالب اون کسی را میگه که علم حاصل میکنه. اینا جنایتکارا، از این جنایتکارا پرسان کن. چرا قرآن میگه در صلح خیر هست؟ اگر مسلمان هستین بیاین با مردم افغانستان، ملت افغانستان، مردم افغانستان، عالم افغانستان، مفتی افغانستان امرای از اونا بشینین حل کنین، صلح بیارین. چرا نمیکنین؟ اونها امرای بالاراشون انسان روان هستن. آیا قایی کافر هم میگه که صلح در چه وقت جایز هست؟ میگه امرای کسی که صلح در وقت جایز است که حلال کرده خدا حرام نشود، حرام کرده خدا حلال نشود. میگه صلح در وقتی با کسی جایز است که حلال حرام نشود، حرام حلال نشود. حالا امریکایی را نمیخواد. امریکا شراب همیشه حلال است برای اصلا نوشیدن روان است، شریعت را حرام کرده. طالب قیازوی سر صلح کرده روان است. قرآن میگه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الی امر الله. این بدبختا را بکوبین، گذارین تا اینکه نابودشون کنین یا به صلح بیاین. صلح به این دامن نمیشود، به این کچکول نمیشود. به خدا قسم است امر بدین، رهبریت کنین، پیش شوین تا اینکه اینا در خانهشون بزنین، اینا را نیست نابود کنین، مجبورشون کنین. فإن جنحوا في السلم فاجنح لها وتوكل على الله. تا اینکه اینا راضی شوند. حالا ما کشکول کنده، ما نظام داریم، ما برای جمهوری اسلامی افغانستان کشور داریم، ما کشور اسلامی داریم که همین قهرمانا همه اولاد مسلمان هست. اینجا نه پاکستانی هست، نه چچنیایی هست، نه فلسطینی هست، نه دیگر چی هست. صرف یک حدیث میخوانم. صحابی آمد يريد أخذ مالي، خب متوجه، يريد أخذ مالي جناب رئيس بعقيدة وزارة الدفاع.
صحابی آمد قربانی صحابی شما همه چیز برای من آگاه داد. حالا فهمیده شد که برای اسلام جنگی از اینا نیست، برای خرابی وطن است. صحابی آمد گفت یا رسول اکرم صلی الله علیه و آله اريد اخذ مالی، شخصی میخوام مالی مرا بگیره، عزتی مرا بگیره، من چی کنم؟ در مقابل از او گفت در مقابل از او جنگ کن. گفت یا رسول اکرم صلی الله علیه و اگر در مقابل این جنایتکار این ظالم جنگ کنم و مرا از بین میبره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر تو از بین میبره تو هستی شهید، فهو شهید، تو شهید هستی. ای رسول اکرم اگر من یک مردی مبارز بودم، مردی مجاهد بودم، فوراً در درش زدم او را از بین بردم، او کجا میرود؟ گفت هو فی النار، رواه مسلم. او در آتش جهنم میرود. پیغمبر برای من راهنمایی کرده، پیغمبر برای من گفته خدای بزرگ همواره همه ما شما را توفیق بده که در مقابل همچین جنایتکارا سینه خود را سپر کنیم. مثال شما مثال درختی هست که بالای خود افتاب را میگیره، صدها نفر از زیر خود سایه میده. شما بیداری میکنین، شما وظیفه اجرا میکنین، شما در خاک و خون میدوین. امان مادری پیچه سفید، امان پدری سفید، امان طفلی معصوم راحت میخوابن. اگر تو نباشی اون پدری ریسفید و مادری پیچه سفید و اون طفلی معصوم راحت نمی باشن. پس تو بیداری بکش، تو مهنت کن، مشقت کن تا اینکه دیگران راحت باشن. خدای بزرگ در تمام ابعاد زندگی شما را موفق داشته باشه و روح شهدا را شاد داشته باشه.